که صاحب شده بخورک شکرک کنم راحت کنم یا معیشت کنم راحت کنم. خب یعنی ایمی دولتی مهنت کردگیم. لیکن صد افسوس حسن بصری میگه هر کدومی تو وقت ای دنیا میره 3 هورمون قتیل میبری. 3 هورمون قتیل میبری. یکم هورمون شمیه بازمی همون مهنت‌هایی را که شما کردین با ارزی همون را شما خورده نمیتونیم. بسیار مهنت کردگیم، بسیار دو کردگیم، شاید میلیون ها جمع کردگیم ولی نمیتونیم او را خورده. نمیتونیم. من ممکن همون را یکان 10 سال یا 15 سال شب روز نگفته راه ها را یافتم الله دادکم. ولی اگر بگیره جون ما بگیره یک مقدارش ممکن بخورم. یعنی حسن بصری میگه با همه او 3 چیزی که هورمونی میره به این نمیرسید. یک تا شمیه، یک شمینه که با همون ارز مهنت کردگی تا نمیخری. دویم بسیار نقشه ها داشتی که نصیب باشد ای خیل میکنیم، نصیب باشد اگر یک خونه کسیم یک زنی دیم گرفتن در کاره نه ایشان ای طریقان در کاره نه جنی خیل نقشه بسیار میکشی میگم نکی هورمون ها را اوجا میبری. نقشه ها دهم با همه نقشت موفق نمیشه. 3 هورمونی که میگه تو میبری اینه که خانه قبر در وقتی که توشه تا نگاه میکنی توشه تو با موافق خانه قبر نیست. همونجا هورمونی میشه که مقصد حقیقتا من خانه قبر دستی خالی آمدگیم. اون چیزی که در اینجا در کار ای رشت رای دراز بوده اینجا توشه وزمین در کار بوده. این 3 هورمون هم میبری. برای همین حدیث ما سری همون صدقه بود که تزید فی العمر. یعنی حبیب خدا گفتن که یکم چیزی که صدقه برای صاحب کنندش میته این است که عمر زیاد میکنه. برادری عزیز در روی دنیا حاضر نیست لیچینی که عمر زیاد کنه. نیست یگان چیز. یگان تبلیتکه نیست که بخریش اقلان 1 مینوت زیاد کنه. نیست همیخیر. لیکن این لیچینیشه در حدیث پیغمبر گفته است. احسان که صدقه که یکم چیزش همیه. دویم شرفی که خدا میته چیه؟ تمنع میتت سو. دویم چیزی که الله در عوض صدقه میتتون این است که برادرای عزیز شما به نام بد نمیمرید. خداوند ای بد مردن نگهتان میدارد. به نام شرفناک میمرید. میگن مردک اینمی باید پگه حج میرفت. خدا جانش گرفت. همین رای حج داد خدا جانش گرفت. مسجد در حالت نماز بود که مرد. ماه رمضان در روزدار بود مرد. ولی بین با آب رو میگه خداوند جان تا میگیرم. اگر تو با شرطی که دستی سخاوت داشته باشی، تو سخاوت پیشه باشی، من مقصد همین خیلتره جان تا میگیرم. نامت حتی در همه جا میدونی. حالی اوقازی هم در تاجیکستانی خودمان همتری گفت هست میدونی که بابای ما چه خیل مردگی با ای همون طرزی که باباش مردگی شرفی که مثال در حالت مرگ باباش دیدگی ای باباش یاد میکنه. سیم چی گفت؟ و یذهب الله بها الکبر و الفخر. خدا میگه با سببی که تو احسان میکنی من 2 خصلت رذیله را تو میگیرم. یکی تکبری را یکی فخر. ای آدمی سخی میگیرم میاره با همی سخی کشیدی با خاکسارت میکنم که ببین که هم جهت سخیگی تا صفت میکنم. هم میگن مرده کبیر هم دسترخوان داره هم پول داره هم خاکساری شوین. چقدر خاکساره ایرم ببین وعده و دیگر چی میگه و تطفی الغضب ربی. 4م چیزی که خداوند برای ما میدوده در عوض احسانات غضب خدا را ای بالای سر دور میکنه. وقتی غضب برادر عزیز ای بالای سرتون دور شود معلوم است که در جاش رحمت میاد، در جاش ترحم میاد. 5 چیزی که خداوند برای ما میدوده در عوض احسانات غضب خدا را ای بالای سر دور میکنه. وقتی غضب برادر عزیز ای بالای سرتون دور شود معلوم است که در جاش رحمت میاد، در جاش ترحم میاد.
برای همین اینم برای ما و شما خیلی خیلی مهم است. من یه حدیث خواندم میگه خصلتانی لا یجتمعان فی مؤمن، دو خصلتی هایی که در مؤمن جمع نمیشود. اگر در کدام مؤمن یعنی دو خصلت باشه مردک خلاصه شد بگراره که ما مؤمن نیست. این پیامبر نازنین میگه خصلتانی لا تجتمعان فی مؤمن، دو خصلت در مؤمن جمع نمیشه. یکم البخل، بخیلی. وقتی بخیل باشی، بخیل نوابسته نداری، احسان نداری، خیر نداری، یا در برابر برادر دوران ما این آدم خدا امکانیت داده، شرایط داده، مرا نداده، ای که جای افتیسته، ای چی با مقصدی خیلی شده، چی با ایتا بخیلی ای میگه داد خوب نمیبره چی با ای خیل باشه با خالقی ایت جنگ اعلام کردگی. برای همین میگه یکم همی ای باید در مؤمن همین خصلتی بخل نباشه، باید بخیل نباشیم و بخیلی هم به این معنا هم هست تماما در سرخان منجم کردگی نباشه. باید مثال ما در حدیث ها داریم خانه ای در که مهمان نباشه اوجا غضب خدای. دویم و سوء الخلق، دویم چیزی که در مؤمن باید جمع نشود فعل بد، فعل بد یعنی اخلاقی خوب ندارد، فعلش بسیار فعلی بده. همین فعلی بد کشید برادر عزیز، ببینین همین آدمی بدفعل رفیق نداره، آدمی بدفعل همنشین نداره. فضیل ابن عیاض یکی از کسانی هست که در همون کتاب مردک همین عطار بسیار وصفش میکنه که بینیهایت یکی از صوفی ها بگیم یا شیخ های بسیار معروف و مشهور بود. میگه که قطعی یک آدمی که فاسق باشه، فاسق یک آدمی که آشکارا گناه میکنه، قطعی یک فاسق یا فاجر باشه لیکن با آدابه، قطعی او میشینه، قطعی عالم قاریه که به ادبه قطعی او نمیشینه. بین اخلاقی خوب، بین فاسق اخلاقی خوب داره میشینم قطعیش. زیرا قرآن هم نگاه کنی الله و اینک لعلی خلق عظیم گفت. پیغمبر ما چی بود؟ خداوند چه اخلاقی بسیار نیکو داری، اخلاقش اخلاقی نیکو بود. برای همین برادرای عزیز حقیقتا بخلم در مؤمن جمع نمیشود. همیشه ما باید با همین صدقمون چند قدر رای مشکلات و بلا و آفت هم میگیریم لیکن خودمون درک نداریم. و یک کمتره یک چیز دیگر از جاهلی داریم، یکان مثال صدمه بالامون میاد، بابای دوران گفت صدمه دا زدم، و یکی همجا اگر زنده مونیم کدام ارواحی در پشمون بدهیده، این کم ارواحی نمیدونیم. اگر یک آخی ارواح همه در پشتی تو الله بود، این در مقدراتی تو بود، این احسانی تو بود، این دستگیری های تو بود که خداوند برای تو انمود تزید و فیل عمر بود عمر تزیاد کرد. اگر تا اوجا خودت میبینی حیرت نمیشه و ما باید زنده نمیموندم. یکی تو باید زنده مانی، زیرا خالق تو ترا در عوض همون گفتگی است که خب کفیل الله مهربان که نگاه میکن در عوض همین. همین این چیزایی هستن که از یادمون برادرو دور نکن. خیر خدا خیرتان تی همتانه، ایمانتان کامل نگه داره برادر عزیز. خیر احسانای بابای حاجی فیروز قبول کنه و خدا شفای کامل شد. آمین. شفای عاجلش دیاد. و برادرای ما حاجی نوروز هم با اولاداش همشون خدا در پناه رحمتش و اسمتش نگه دارد. همه دادرای ما کرمای دور نزدیک اینجا اشتباه داریم. خدا قدمای همه در حسنات نوسته یا رب العالمین. هزار رحمت.